آتش‌بس بین آمریکا و ایران اعلام شده. اما یک سوال مهم، واقعاً چه کسی برنده این درگیریه؟ فقط 48 ساعت قبل صحبت از حمله شدید و حتی تهدیدهای خیلی جدی مطرح بود. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. در این ویدیو می‌خوایم بررسی کنیم پشت پرده این آتش‌بس چی بوده و آیا این فقط یک توقف موقته یا نه؟ برای تحلیل این موضوع میریم سراغ دیدگاه‌های سرهنگ داگلاس مک‌گریگور، مشاور سابق پنتاگون و یکی از تحلیلگران نظامی شناخته شده در آمریکا. نکته مهم این که تحلیل او با روایت رایج رسانه‌ها فرق داره. مک‌گریگور یک تعریف متفاوت از پیروزی ارائه میده. به گفته او، هدف ایران از ابتدا نابودی طرف مقابل نبود. هدف اصلی فقط یک چیز بود، بقا. یعنی اینکه سیستم سیاسی و نظامی بتونه در برابر فشارها دووم بیاره. و اگر این معیار رو در نظر بگیریم، ایران نه تنها شکست نخورده، بلکه به هدف اصلی خودش رسیده. یکی از نکات کلیدی این تحلیل تفاوت دکترین نظامی ایران و آمریکاست. ایران مثل ارتش‌های کلاسیک عمل نمی‌کنه. نه نیروی هوایی قدرتمند داره، نه ناوگان دریایی بزرگ، اما در عوض روی چیز دیگه‌ای سرمایه‌گذاری کرده: موشک‌ها، پهپادها و جنگ نامتقارن. و دقیقاً همین موضوع باعث شده حملات مستقیم تأثیر محدودی داشته باشند. بر اساس گزارش‌هایی که در این تحلیل مطرح شده، ایران هنوز حدود 15,000 موشک در اختیار داره و چیزی حدود 45,000 پهپاد. و نکته مهمتر، بخش زیادی از این تجهیزات زیرزمینی هستند. یعنی حتی بعد از حملات گسترده، توان اصلی همچنان باقی مونده. اما بخش مهمتر ماجرا اینجاست. آمریکا از فاصله بسیار دور در حال انجام عملیاته. در حالی که ایران در داخل خودش می‌جنگه، یعنی هزینه بیشتر، سرعت کمتر و وابستگی به پایگاه‌های منطقه‌ای. طبق این تحلیل بیش از 20 پایگاه آمریکا در منطقه مورد حمله قرار گرفتن و بسیاری از اونها عملاً از کار افتادن. حتی گفته میشه برخی نیروها به مناطق غیر نظامی منتقل شدن. این یعنی امنیت حضور آمریکا در منطقه به شدت کاهش پیدا کرده. اما جنگ فقط نظامی نیست. ادامه این درگیری میتونه اقتصاد جهانی رو هم تحت تأثیر قرار بده و انرژی و نفت تا صنایع مهم پلاستیک و الکترونیک، و این یعنی فشار جهانی است نه منطقه‌ای. و اما نکته کلیدی اینجاست. تقریبا همه تحلیل‌ها میگن این آتش‌بس موقتیه، چون مسائل اصلی هنوز حل نشده. یکی از حساس‌ترین بخش‌های این تحلیل نقش اسرائیل. مک‌گریگور معتقده این عامل نقش مهمی در ادامه تنش‌ها داره. در نهایت این جنگ نشون داد که مدل درگیری‌ها تغییر کرده و شاید این آتش‌بس فقط یک توقف کوتاه باشه، نه پایان ماجرا.